حکم دشمنی با صحابه رضی الله تعالی عنهم. در کتاب الکبائر صفحه 235 امام ذهبی رحمت الله علیه در رابطه با گروه گمراهی که با صحابه دشمنند می‌فرماید: هر کس نسبت به ایشان طعنه بزند و ایشان را ناسزا گوید، قطعاً از ایمان و از دین و کیش مسلمین خارج شده است، زیرا فحش و ناسزاگویی جز از روی اعتقاد به بد بودن ایشان و کینه‌ورزی و انکار و تکذیب مدح و ستایشی نیست که الله و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به آنان و فضائل و ویژگی‌های وارسته ایشان و دوست داشتن آنها بیان فرمودند. و طعنه و انتقاد از واسطه، یعنی کسانی که دین را به ما رساندند، طعنه بر اصل است و زیر سوال بردن کسانی که این شریعت را به ما نقل نموده اند زیر سوال بردن اصل دین است. و این نکته برای هر کسی که تأمل کند و از نفاق و زندقه و الحاد در عقیده سالم و مبرا باشد آشکار و هویدا است.